فرار از دست بدترین خشکسالی در افغانستان. احمدی 40 ساله کشاورز و عائله‌اش کناره‌های شهر هرات را مانده اینجا آمدند. آنها از جمله 250,000 نفری هستند که به سبب خشکسالی در غرب افغانستان بیجا شدند. سال گذشته خشکسالی بود، امسال بدتر شد. کشت کردیم، همه چیز سوخت. از طرف دیگر جنگ ها شدت گرفت. از بس که چیزی برای خوردن نداشتیم اینجا آمدیم. مناقشه های مداوم در افغانستان میلیون ها نفر را بیجا کرده است. تلفات در بین مردم امسال به حد رکوردی بالا رفت. اکنون نارسایی آب مصیبت دیگر شده است. ما پروای جنگ در افغانستان نداشتیم چون قرن هاست ادامه دارد. ما با دهقانی امان خوشحال بودیم، اما به سبب خشکسالی کودکانمان گشنه ماندند و اینجا آمدیم. برف و باران کم و هوای خشک زمستان سال گذشته ساحه کشاورزی کمر اقتصادی افغانستان را شکست. در مقایسه با سال 2017 ما تقریبا 100% حاصل را از دست دادیم. سازمان ملل میگوید اکنون بیشتر از 1 میلیون نفر محتاج کمک‌های غذایی شدند. خشکسالی مصیبت دیگر است که به زندگی سخت مردم کشوری گرفتار جنگ و نزاع ضم شده است. این مردم برای زنده ماندن به کمک محتاجند. این پیرمردی 80 ساله از دست خشکسالی ولایت بادغیس را ترک کرد. حالا می‌ترسد که دیگر به آنجا بر نمیگردد. ما از دست خشکسالی به اینجا آمدیم. از گرسنگی می‌مردیم. چیزی برای خوردن نداشتیم. عمر من در این دنیا به پایان میرسد، ولی 10 افغانی ندارم که چیزی بخرم. خشکسالی از یک طرف، از طرف دیگر ناامنی آینده افغان‌ها را در این سرزمین جنگ زدهشان نامعلوم کرده است.